سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. تاکید وزیر عدلیه در نشست با مسئولان ادارات مربوطه و اتحادیه شرکت‌های حج عمره بر بررسی حل مشکلات زائران افغان. حل و فصل 17 منازعه خانوادگی و قومی در 7 ولایت کشور توسط وزارت امر بالمعروف. و آتش سوزی در یک خانه سالمندان در شهر مانادوی اندونزیا. امروز دوشنبه 8 ماه جدی سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. شیخ عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه در نشستی با مسئولان ادارات مربوطه و اتحادیه شرکت‌های حج عمره بر بررسی و حل مشکلات زائران افغان در زمینه حج عمره تاکید کرده است. وزارت عدلیه میگوید که در این نشست که با حضور نمایندگان ادارات مختلف و شرکت‌های حج عمره برگزار شده بود، درباره کاهش هزینه سفر زائران افغان بر حج عمره و برخی موضوعات دیگر نیز گفتگو شده است. در پایان نشست کمیته بر ریاست مولوی قدرت الله جمال معین گردشگری مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شده تا چالش‌ها و مشکلات موجود در این زمینه را بررسی و راه حل آن را جستجو کنند. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات میگوید که محتسبین این وزارت 17 منازعه خانوادگی و قومی را در 7 ولایت کشور حل و فصل کردند و گفته وزارت مذکوره این منازعات در ولایت‌های بلخ، کاپیسا، تخار، پروان، زابل، بغلان و سرپل حل شده است. این در حالی است که در هفته گذشته نیز نزدیک به 30 منازعه و 10 دشمنی بزرگ میان اقوام و خانواده‌ها در ولایت‌های مختلف کشور حل و فصل شده است. اداره ملی احصایه و معلومات میگوید که از آغاز روند توزیع تذکره برقی تا اکنون برای 17 میلیون و 68 هزار تن از شهروندان تذکره برقی توزیع گردیده است که از این میان بیش از 11 میلیون آن پس از حاکمیت دوباره امارات توزیع شده است. بر اساس آمار این اداره بیشترین تذکره برقی در ولایت‌های کابل، هرات، قندهار، بلخ و ننگرهار توزیع شده است. و در اخیر خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های اندونزیا گزارش داده که در نتیجه آتش سوزی در یک خانه سالمندان در شهر مانادو در جزیره سوالیسی این کشور 16 تن جان باختند. بر اساس گزارش 3 تن دیگر در پی این آتش سوزی دچار سوختگی شدید شدند و بررسی در مورد علت وقوع این رویداد جریان دارد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.